سلام دوستای گلم، خوش اومدیم به ولاگ جدید. امشب قراره که خانوادگی ما بریم اردبیل. البته سارا رو قرار برسونیم. سارا قراره با ما نیاد. اما مسابقاتی که تو ولاگ قبلی بهتون گفتم سارا تو رو نمیبرم ها. قرار سارا رو ببریم، کار داره جا ببریمش برسونیمش، بعد بریم خونه مادر شوهرم اینا دنبالشون. قراره که خانوادگی بریم اردبیل. این ولاگ ما رو از دست ندیم. بچه اومدیم خونه مادر شوهرم اینا، وسیله رو جمع کردیم. مام بودم شش نبره. چه؟ مام بودم شش نبره. چی هست نایی؟ مرزا؟ الله الله. بچه ها اومدن اینجا، آخر اونا نیومدن. مرتضی آخر نیومد. سلام. خوبه ما سفر 2 روزه داریم. ما اگه یه هفته میریم ماشین کلا بار کم میومد. دلانا ببین دیده اینو بولیم اینجا دل بوشینیم. بیا چه خوشت لواج بوشید. بیا باجون. چه همچینی که موش. جون ما تو راه پونل موندیم، یکم استراحت کردیم. الان دوباره داریم حرکت میکنیم سمت اردبیل. سر سرعت رانندگی کردم، بچه ها دعوا دارن. بیا مشتبه. یعنی از این با الان میرم. نه با مشتبه نصفه میخورن. یعنی بیا اینا باید گرفتم. یعنی بیا ایران بلال نخوری. همیشه تو میخوری؟ همیشه من عادت دارم. بچه ها بلالمون رو خوردیم، داریم حرکت میکنیم دوباره سمت سره. تو مسیر ایران به نمین هستیم. همین الان هتل پارلا رو رد کردیم و داریم میرسیم به لحظت با ترکی میشد که گردنه ایران. این بالا که میبینیم ما هر سال میمدیم بالا که گیر میکردیم. خیلی جای واقعا بست. حالا باجو پیش میده نکن. این تونل جیده دیگه، هر سال نبود. اون دو طرف ها بود من میگرفتم اساس بود. نفس عمیق. شهر زیبایی سره گوشام هنوز گرفته. میخوایم بریم امشب هتل لال. هتل بابا لال.
امشب من سریم میام یک جا میمونم. خیلی خوب. من در سریم و یک جا با من میشم. میدونم بچه‌ها در جریان هر ولاگی رو ببینم هتل بختیار وایستادی. بچه‌ها در جریانن دیگه. بیش از 15 ساله که بشه بختیار میام. بیش 15 سال. اجدای دیگه. طاووس. اگه طاووس خواهد تو به سرین کشد. بچه ها ما به این خونه کذایی رسیدیم دو بریم طبقه 2 باید بریم. چرا؟ ما بیرون اسانسور بریم؟ عزیزم آوردیم هتل 5 ستاره شما رو بریم. مراقب باش بریم. مشتبه نیومد. بچه ها رفتن برای شام وسیله بگیرن. لشکر جگز خورده دارن. فلکس پیدا کردیم. آفرین. خیلی من از این امکانات این هتل خیلی راضیم آقای باختری. میشه معرفی کنید اینجوری یکی کجا بیرون بکنید دیدی؟ دلت در این شلوغی اتاق تنگ نشده بود؟ دیوارا سقف. اصلا این اتاق یکی از بهترین اتاقای سلام. خاطر انگیز ما اینجاست. بچه سقفش رو ببین به آدم استرس نمیده خدایی. جلالا من گفتم این هتل 5 ستاره از خدمات دهش عالیه. بزن بالا. لامپش سوخته بچه عوضم کردم. باز نشون بدیم. یکی از بهترین و روزترین شام میخواین سوسیس بخوریم. دیر رسیدیم سوسیس داریم بخوریم. تخم مرغ گرفتی یا نه همین سوسیس خالی؟ تخم چیز گرفتیم. تخم مرغ روز بگیر اونجا رو. خوب. آقا تخم مرغ بیار. کو تخم مرغ؟ بایی. تخم مرغ نیست که. تخم مرغ از اون چیزا گرفتم. نه اونجا خانم. تخم مرغ آوردی نبود. نه تمام. اصلا تخم مرغ نداریم که. اینا با اینو گذاشته روز من بگم که میزنه. تجهیزاتتون چون خشنه داداش باید این چاقا سازیز رو خورد میکنید شما. خواهی بزرگ ببین اینجا رو بدشون بدید. اصلا بچه ها دیگه بدشون اومده از اینجا تکراری شده برشون. چی گفته؟ جا بین خوبی. این از این دیواره این سری اومدم ماشتا یه سطل رنگ میخوام بگیرم این دیواراشو رنگ بزنم. هتل بختیار همش دیگه شاید. بیا سوسیس بخور میخوری؟ بیا اینجا. در پاش غذای مسافرتی. بیا 5 شام بچه ها دارن تخته بازی میکنن. آفرین بازی های مفید. ما از ترس میخنده. خب بچه ها من آرایشم پاک کردم دیگه. میخوام برم استراحت کنم چون واقعا خستم دیگه. میخوام بخوابم. خسته نباشی. صبح بریم صبحونه بخوریم. یه صبحونه خیلی خوشمزه سر شیر و عسل که خیلی وقت منتظرشم واقعا. صبح بریم اونجا تا فردا. خدا نگهدار.